بگم چطوری خیلی آسون عبارتهای جبری رو با هم دیگه ساده کنی. بچه‌ها ما تو ابتدایی چی میگفتیم 2 تا سیب جمع شه با 3 تا سیب جمعاً میشه 5 تا سیب. حالا 2 تا سیب جمع شه با 3 تا پرتقال جمعاً میشه چی؟ 2 تا سیب و 3 تا پرتقال. پس بچه‌ها سیب و سیب مثل همن، تونستن با هم جمع شن، ولی سیب و پرتقال که مثل هم نبودن، نتونستن با هم جمع شن. حالا این نکته‌ای که یاد گرفتیم و ببریم تو دل ریاضی هفتم. بچه ها 2 تا آ داری، 3 تا هم آ داری، مثل همن، جمعشون که بکنی میشن 5 تا آ. حالا 2 تا آ داری با یه دونه سی. خب کاریش نمیتونم بکنم، مثل هم نیستن، پس 2 آ به علاوه سی. حالا 4 تا آ داری منهای 2 تا آ. خب از 4 تا آم میتونم 2 تا آشو بذارم کنار؟ بله مثل همن، پس میشه 4 آ منهای 2 آ که میشه 2 آ. خب پس اینجا چه نکته رو یاد گرفتیم؟ مربوط به عبارتهای جبری. گفتیم عبارتهای شبیه به هم رو به کمک عددهای پشتشون جمع و تفریق میکنیم. پس دیگه از این به بعد تو ساده کردن عبارتهای جبری هر وقت که عبارتهای شبیه به هم رو دیدی با هم دیگه جمع و تفریقشون میکنی و مینویسی. تموم شد و رفت.